سال جاری کشاورزان ناحیه سپیتمین جمع‌آوری 14666 دانه دوری گرانبها را در نقشه دارند. در زمین‌های خواجگی‌های دهقانی ناحیه امروز پخته شکوفته است. گروه کلان حشرچیان از تشکیلات و اداره‌های ولایتی سوخت امروز برای کمک به مرد دهقان در جماعت کوروش ناحیه قرار دارند. روز شنبه و یکشنبه یک گروه کارمندان مقامات اجرایی حکومتی دولتی ولایت، تشکیلات و اداره‌ها و کارمندان ساحه تندرستی و معارف و فرهنگ به حشر برآمده برای جمع‌آوری حاصل پخته به مرد دهقان کمک نمودند. در این روز حشرچیان در زمین‌های جمعیتی دارای مسئولیت محدود سپیتمین تکستایل جماعت دیهاتی کوروش ناحیه سپیتمین به پخته‌چینی مشغول گردیده در زیاد گردیدن خرمنی عموم سهم ارزنده گذاشتند. امروز در قطار دیگر اداره و تشکیلات های ولایت اهل کارمندان ریاست فرهنگ ولایت دست جمعانه در چینش پخته مدد به مرد دهقان جماعت دیهات کوروش ناحیه سپیتمین آمده ایم. پخته خیلی زیبا شکفته است. امروز کارمندان مؤسسه دولتی مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه خوجند، کتابخانه ولایتی عاموی به نام تاشخواجه اسیری، تئاتر دولتی مسکه موسیقی به نام کمال خوجندی، تئاتر دولتی موسیقی تماشابین جوان به نام عادل جان نظرف، انسامبل فولکلوری فلک ولایت، کاخ فرهنگ به نام ابو عبدالله رودکی در چینش پخته امروزه با دست جمعانه اشتراک دارند. بنا به معلومات اموری خواجگی‌های دهقانی ناحیه سپیتمین در روزهای استراحتی تا 369 از 2 تن پخته جمع‌آوری نمودند. امسال در خواجگی ما زیاده از 3550 گیتار پخته کرده شدیم. حاصل دلها به دست آورده شده. من شما که دیدید خرسند آور که زیاده از 300 نفر حشرچی از شهر خوجند آمده ما با یاردم کرده. ما مینداره خود با بیان مینماییم. البته ما حرکت میکنیم حاصل به دست آورده شده سر وقت چینده با کارخانه کارکرد پخته سپاریم برای پیشرفت صنعت و سمت خواجگی شخصی خود گذارم. امروز در ناحیه‌های پختکار سپیتمین و ظفرآباد، جبار رسولوف، اشت، کونیبادام، مسچا و بوجان غفورов معرکه چینشی پخته با سرعت جریان دارد. سهمداران و حشرچیان بر آن تلاش دارند که استفاده از روزهای آفتابی این دوری گرانبها را جمع‌آوری نمایند. باید قید نمود که به کشت و استحصال پخته کشاورزان ناحیه سپیتمین از جمله سهمداران و اعضایان خواجگی‌ها هوسمند بوده همه ساله برای رویاندن حاصل فراوان کوشش می‌کنند. اون گیتار یرمز بار 10 گکتار زمین داریم. در 6 گکتارش پخته کشت نمودیم. عین حال چینش پخته را وسعت بخشیدیم زیرا روزهای آفتابی غنیمتند. امروز چینکچیان به حشر آمده به ما کمک کرده ایستادند. کوشش میکنیم از آب و هوای مساعد استفاده برده حاصل را سری وقت جمع‌آوری نماییم. نشونمای خوبی پخته در خواجگی‌های پختکاری ناحیه سپیتمین شهادتگری آن است که زمین ثمرناک استفاده شده است. در یک روزی حشری پخته‌چینی هر نفر کارمند مقامات اجرایی حکومتی دولتی ولایت، تشکیلات و اداره‌ها و کارمندان ساحه تندرستی و معارف و فرهنگ کوشش نمودند با چیدن طلای سفید به جمع‌آوری این اشیاء خام صنعتی حصه و به غنی گردیدن خرمنی ناحیه سپیتمین سهم گذارند. چینکچیان در این روز با خوراک سرغذایی نصف روزی تامین گردیده برای رفت و آمد آنها از جانب مقامات اجرایی حکومتی دولتی ولایت نقلیات وابسته کرده شد.